سلام، خسته نباشین خدمت شما عزیزان. این بارم با پیتزا خانگی در خدمت شما هستیم. پیتزای مرغ و قارچ در خدمت شما عزیزان هستیم. نیاز داریم به یک تیکه سینه مرغ، 50 گرم قارچ، گوجه، بستگی به سلیقه خودتون داره، هر چقدر که خودتون میخواین میتونین استفاده کنین. سوسیس، خیارشو، پنیر پیتزا، بعد خمیر پیتزا، زردچوبه و اینم ادویه کاری هستش. بعدش هم اینم سس قرمز، نمک. خب اول سینه مرغ و قارچ رو میپزیم، میذاریم پخته بشه، آب پزشون میکنیم، بعد با هم سرخ میکنیم، ادویه بهش اضافه میکنیم، اینا رو بریم بپزیم، بعد برمیگردیم. قارچو که آب پز کردیم، توش یک کمی زردچوبه و یک کمی هم ادویه کاری ریختیم، نمک گذاشتیم جوشاند. بعد جوشیده شدن آب کشش کردیم، حالا آماده شده برای پیتزا. خب مرغمون هم که پخته ریشیش کردیم، اینم همین چنین. حالا میریم برای خمیرمون رو درست کنیم که بذاریم تو فرن. جب پفی کرده، کمی آرد به سطحمون میپاشیم، خمیرمون نچسبه. خب البته من دایره نمی کنم چون پر ما دایره نیست. خب ظرف فری که انتخاب کردم مربع هست. من اینو یک سر خمیر رو میندازم که پیتزای مربع درست کنم. میریم خمیرمون رو ورز میدیم. یک کمی آرد بهش اضافه میکنیم. بازش میکنیم دوستان. خمیرمون رو به این صورت باید بازش کنیم. باز میکنیم همه جا رو، یک دست قشنگ خوب خمیرمون خوب بشه. این ورش هم باز میکنیم. خمیر رو بذارم اینجا. ما که میخواییم یه پیتزای بزرگی درست کنیم که کل خانواده ازش استفاده کنه.
بذار بریم سطحمون رو بیارم ببینیم چطور شد. خب کف ظرف یکم روغن می‌مالیم به خاطر اینکه خمیرمون بهش نچسبه، ازش بخوری جدا بشه. به خاطر همین بهش اول از همه سس قرمز میزنیم. پخشش میکنیم همه جا که خوب خوشمزه و خوش‌طعم بشه. بعد پختن همه جاش قشنگ خوب میشه. خب حالا نوبت پنیر پیتزامون هستش و این یکی دستشم من بکشم. از دلم پنیر پیتزاهامونو خب اینطوری میپاشیم روی خمیرمون. اول نوبت خمیر سوسیس و بعد خمیر پیتزا هستش، چون تو یخچال بودن و هم چسبیدن خاطر همین همینجوری اشکالی هم نداره. البته فرمون رو از قبل گرم کردیم، 200 درجه گذاشتیم. بعد گرم شدن فرمون یک کمی درجهش رو کم میکنیم، روی 150 درجه میذاریم که نسوزه. سعی کنین تو همه جاش پنیر باشه برای اینکه خوشمزه بشه. کناره های خمیرمون الان یه لاک کالباس میذاریم. اینای روی پیتزا کالباس میذاریم. خمیر کوچولی میمونده اونم برای اون نگه میداریم. خب بعد مرغمون رو که ریشش کردیم میریزیم روی پیتزامون. از این سعی کنیم کنار هاش حتما بریزیم که موقع پختن اگه نداشته باشه خمیر در میاد، مجبوریم بندازیم دور. بعد نوبت گارچامونه.
گوشه هاش حتما باشن و همه جاش برسه مواد برسه. کمی اینجا مونده، کمی اینجاش، البته اینجا هم مونده کمی از اینایی که زیادن. خب این نوبت خیارشورامون هستش. خیارشورا رو می‌ریزیم روش. خب از بعد خیارشور قارچامون رو که دور تا دور گذاشتیم، بعد پنی پیتزامون رو حالا آماده ایم میبریم بذاریم توی فر 150 درجه با 30 دقیقه پخت. بریم بعد آماده شدن میاییم باز خدمت عزیزان هستیم. روی فر عزیزای گلم، اینا هم از پیتزای ما. امیدوارم که خوشتون بیاد از این ویدیو. نوش جونتون باشه، درست کنین و در کنار خانواده نوش جان کنین. بفرمایید.